Ака севда биё, 3 килош 10 сом, ина поёнгиёш 5 килош 10 сом. Биё севда биё бача биё. Биё ака биё, аз кадомаш гирам ака? 3 килош 10 сом ака. برادرجان از برای الله به من یگان چیز خیر کن. باور که غم اتینده همین سوما داری دفش یه جو شینوخی ما به زور کدی Akstafalı Gündüz təqdim edir. گمشه ایجا پنجا نیفتم جشتی السلام علیکم برادر جان. چی شده است بر تو؟ چیزی نه برادر جان. چیکار چیزی نه؟ چی مشکلی داری؟ بله برادر، زندگی مجبورم کرد که به کوچه برایم. غمگین مشو برادر جان. الله با ماست. این را بگیر در حق حمایت الله قبول کن. Akstafalı Gündüz təqdim edir. السلام علیکم. همین تو با آمدی؟ همین نو چیزه بود دادم تاخی. در این مبلغ برایم سه بده. مایلش ما برادر جان خوش آمدید. باز بیایید. رحمت برادر جان. بیا سودا بیا بچه. سه ارزان شد بیا بچه. Oh
خدایا تو خود دیدی من نهایت رو سنجیدم برای تو چی دادن و برای پول چی دادن. خدایا تو خود هستی که برای بنده ها رزق میدهی. هر کی را بخواهی عزت، هر کی را بخواهی خار میکنی. برادر، من از قفای تو تعقیب کرده ایستاده بودم. بله برادر، من شما را دیده بودم، ولی خواستم برای شما عبرت شود که رزق از جانب خداوند است. برادر جان، من از شما بخشش طلب میکنم. سرحد قزاقستان را از شهر مسکو گذشتن می‌خواهید، شما یگان جا کمپانی نکنید. تنها نمرهایی که در روی اکرانتون به همین برادر مراجعه کنید. در شهر مسکو از همه کمپانی باوری است. ان شاء الله شما را ساخت سلامت برده با جای زیستان آوردن میگذارد. تنها از شبکه صدای امید. لایس ابن سعد با تجارتی عسل مشغول بود. روز کشتی پر از بچکه‌های عسل او به راه رسید. پیرزن یک ظرف خرد را به دست گرفت و به نزد لایس آمد و گفت: از عسل‌هایت به اندازه این ظرف برای من عسل بده. لایس رد کرد و آن پیرزن راه خود را دوام دادن گرفت. سپس لایس به یاردمچی خود گفت: سراغه خانه این زن را بیاب و بچکه پر از عسل برایش ببر. آن مرد تعجب کرد و گفت: آن پیرزن به اندازه یک ظرف خرد از تو عسل پرسید و تو رد کردی. اکنون میخواهی بچکه پر از عسل برایش بدهی؟ لایس ابن سعد در جواب گفت: این پیرزن به اندازه قدرت خود از من عسل پرسید و من به اندازه قدرت خود به او عسل میدهم. اگر صدقه دهنده بداند که صدقه داده اش پیش از آنی که به دست یک فقیر میرسد به دست خداوند میرسد، بیشک لذت صدقه دادن برایش دو چند میگردد. با این فضیلت و پاداش بزرگ صدقه نگرید. صدقه دری از درهای جنت است. صدقه یکی از بهترین عمل هاست و بهترین صدقه دادن طعام است. صدقه سایه برای صاحبش در روز قیامت می شود و او را از عذاب جهنم نجات می دهد. صدقه غضب خداوند را پایان و عذاب قبر را دور می گرداند. صدقه بهترین هدیه و فایده ترین چیز برای مردگان است که خداوند ثواب آنها را افزایش می دهد. صدقه پاککننده این نفس است و ثوابهای انسان را دوچند می کند. صدقه سبب خوشنودی صدقه دهنده در روز قیامت می شود. صدقه امان است در روز پردهشت قیامت که غم را دور می کند. سبب بخشش و کفاره گناه است. صدقه یکی از نشانه های حسن فاطمه و سبب دعا کردن ملائک در حق صدقه دهنده می باشد. صدقه دهنده یکی از بهترین انسان هاست و پاداش صدقه برای هر کسی که در آن سهم دارد برابر است. صاحب صدقه را خیر بسیار و پاداش فراوانی دارد. صدقه دادن از صفت پرهیزکاران است و سبب محبت بندگان خدا می گردد. صدقه دادن از نشانه های سخاوت پیشگی و بزرگی انسان است. صدقه سبب اجابت دعا، حل مشکلات است. صدقه بلا را دور کرده 70 در بدی را می بندد.
садақа умру молро зиёд карда сабаби фаровонии ризқ ва пирӯзӣ мегардад. садақа илоҷ даво ва шифо аст. садақа монеи сӯхтан, ғарқ шудан, сирқан шудан ва марги нобаҳангом мегардад. садақа агар ба ҳайвонҳоту наботҳот ҳам ки бошад савоб дорад. оё медонед ки беҳтарин садақа чист? он чизеро ки барои худатон шунидед ба дигарон ҳам бирасонед. яъне ин қиссаҳо, ин чизҳое ки мо баҳри шумо пешниҳод мекунем, он чизеро ки барои худатон мефаҳмед, ҳатман ба дӯстони худтон равон кунед. ин ҳам садақаи ҷория барои шумо мегардад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. бо шумо будем Умедҷони Юсуфзод, яъне